نفر دوم خواهش میکنم از آقای فرید دهدزی محبت کنم سخنانشون. وطن نام تو نام نامداران، وطن نام تو نام نامداران، همه فصل تو بادا نوبهاران. وطن سبزی سپیدی سرخگونی، مبادا دشمنت را جز زبونی. با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آزادی، تا یک ده ویران بود آبادی نیست. تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی، تشنگان استقلال، خواهرانم برادرانم سلام. کشور عزیز ما در این یک سال اندی روزان و شبان خوفناک و شوفناکی را سپری کرده است. در این یک سال 3 تجاوز جنگی ددمنشانه را تجربه کردیم. هیچ نمی‌دانیم که روز و ساعت دیگر چه بر سر این مرزمون می‌آید. ما هیچگاه نباید مداخلات بیشرمانه مستمر 73 ساله ایالات متحده و غرب را فراموش کنیم. آمریکا از کودتای ننگین 28 مرداد 32 سد بزرگی برای ایجاد حاکمیت ملی، جامعه مدنی و توسعه در ایران بوده است. به ویژه این جنایات جنگی آمریکا و شرکا در ویرانسازی ایران عزیز از 9 اسفند تا کنون را نباید فراموش کنیم. نه تنها نباید این تجاوز و تهاجم به خاک عزیز را فراموش کرده، دفاع دلاورمندانه‌ای که از ایران عزیز شده نباید فراموش شود. تمامی نظام‌ها می‌آیند و می‌روند، آنچه که باید جاودان و پایدار بماند ایران زمین است. دفاع امر مقدس ملی است. در هر دوره ایران نیازمند دفاع از دشمنان قسم خورده ایران است. در این تجاوز ناجوانمردانه دلاورمردان ما نگذاشتند خدایی ناکرده تکه‌ای از این سرزمین جدا شود، کریدورها و خود ایران زمین تحت اشغال قرار گیرد. دعای ملت ایران بدرق راه تمام دلیرانی باد که از این آب و خاک جانانه دفاع کرده و می‌کنند. جان فدای قدم نادر مردانی باد که کم و بیش نکردند ز هر بیش و کمی. واقعاً روز و شبان خوفناکی بود. زمانی که حزب بعث عراق به سرکردگی صدام به ایران عزیز ما حمله کرد، الله یار صالح از شدت این درد بزرگ دچار حمله قلبی شد و چندین ماه در بیمارستان تحت معالجه قرار گرفت و در نهایت در 12 فروردین 1360 جان به جان آفرین تسلیم کرد. همیشه با خود می‌اندیشیدم که صالح پیر بود و توان دیدن این رویدادهای خونبار را نداشت، اما بنده به عنوان یک جوان 43 ساله در این ماه‌ها بارها بدترین و سیاه‌ترین احساسات زندگی را داشتم. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود. به قول دکتر مصدق که گفت چگونه می‌شود خون ایرانی در عروق کسی جاری باشد و مداخله اجنبی را در امور وطن تحمل کند. دکتر کریم صدیابی، آن رادمرد ملی و مصدقی
در آیین یادبود ساله در مسجد ارگ، در آن روزهایی که ملی گرایی و مصدقی بودن یک ناسزا بود و در نهایت با آن شبیخون آن تاج افتخار را بر سر جبهه ملی ایران قرار دادند، گفت فاجعه خونین خرمشهر پشت ساله را شکست. ما چون الله یار صالح به ملی بودن و مصدقی بودن خود افتخار می‌کنیم. ملی بودن یعنی مقاومت در مقابل مطامع و تجاوزات خارجی. ملی بودن یعنی ایران دوستی و استقلال طلبی و آزادی خواهی. ساله رفت و ما خواهیم رفت، اما آنچه که نمی‌میرد و همیشه جاویدان خواهد ماند ایران و ملت آزاد و سربلند ایران است. دکتر سنجابی که چند روز بعد در کنار یاران مصدقی خود زیر یورش قرار گرفت، اما پیشتر هنگام تجاوز عراق در سن 80 سالگی درخواست کرده بود در اختیار وی تجهیزات نظامی قرار دهد تا او بتواند در کنار دلاوروردان از ایران دفاع کند. ایشان توانست بسیاری از نزدیکان خود را برای دفاع برای ایران در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. درود بر شرف آن زنان و مردان بیجانشین باد که دفاع از تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران را امر ملی مقدسی می‌دانستند. دکتر مصدق و یاران او جملگی آزادی را بدون پاسداشته اصل استقلال بی‌معنا می‌دانستند. دکتر مصدق در سالگرد قیام ملی 30 تیر به همین معنا اشاره کرد که اگر زندگانی توأم با آزادی و استقلال نباشد به قدر پشیزی ارزش ندارد. شوربختانه قدر دلیر مردان و راززنانی مانند سنجابی صالح دانسته نشد. این رجال و فرهیختگان همانا حافظ و نگهبان ایران و وجود آنان مایه قوام و دوام ایران زمین محسوب میشد. چون قدر آنان دانسته نشد اکنون گرفتار این مصائب و بلایا شدیم. امروز روز بزرگی در تاریخ ایران و جهان است. قیام ملی 30 تیر 1331 اتفاقی نبود که یک روز در تاریخ رخ بدهد و اکنون ما برای آن نکوداش برگزار کنیم. گفتمان قیام ملی 30 تیر همچنان درس‌آموز و سرمشق ما و تمامی ملت آزاده است. اکنون که با شما صحبت می‌کنم در کشورهایی که رکن اصلی کودتا بر علیه ایران بودند، در تظاهرات ضد جنگ بر علیه عملیات مداخله جویی بر ایران ستیزانه ترامپ و شرکا تصویر تابان و تابناک دکتر مصدق را در دستان خود قرار دادند و فریاد سر می‌دهند چرا باید این گونه در امور ایران مداخله جنایتکارانه صورت گیرد؟ چرا دست از سر ایران بر نمی‌دارید؟ هنوز دکتر مصدق و پژواک قیام ملی 30 تیر زنده است. آنچنان کرد و از آن افزون که گفت او بخفت و بخت اقبالش نخفت. کسانی که 74 سال پیش یک دل و یک زبان فریاد زدند از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق، اکنون راهشان در ساموز ملل بزرگ جهان قرار گرفته است. 74 سال پیش این آزاد مردم برای این پای در میدان مبارزه نهادند که بگویند هر تحولی نه در مسکو، واشنگتن، لندن و تل‌آویو که در خود ایران و به دست مردم ایران رقم می‌خورد. آنان برای این پای در میدان مبارزه گذاشتند که اجازه مداخله به هیچ قدرتی ندهند و خود بنای حاکمیت ملی خود را رقم بزنند. در حالی که محمد رضا شاه به فرمان قبل این رستاخیز بزرگ ملی را بر نتابید و جوانان و کودکان را با رگبار بی امان قساوت گزبگان خود قصابی کرد، سرکوب مردم توسط شاه موجب شد که این غیاب بزرگ چون کوهی در مقابل آن مقاومت کند و آن قیام ملی عظیم پیروز شود. واقعا آن خانواده شوم
آن خانواده پلید در این 105 سال هر جنبشی و قیامی را سرکوب می‌کردند. اکنون گرگزاده آن جنایتکار جلوی هر جنبش مدنی را گرفته و در این یک سال 3 بار فراخوان حمله به ایران را داده است. با این کار نه تنها به دست اربابان خود ایران را سوگوار کرده است که بنیانهای جامعه مدنی را تضعیف کرده است. چند روز پیش با افتخار میگفت من بودم که آمریکا و صهیونیست را برای حمله به ایران قانع کردم. تاریخ چنین ایرانی نمایی بیگانه ای را به خود ندیده است. امیدوارم چنین اندیشه هایی نه در ایران بلکه در کل جهان برچیده شود. قیام ملی 3 تیر تبلور اراده ملی است. باری مردم ایران در 74 سال پیش مفهوم اراده ملی را متجلی کردند. این مفهوم بزرگترین دستاورد تاریخ تمدن ایران است. در این مفهوم فرد و افراد یک جامعه تنها به توانایی و توانمندی خود باور دارند. آنان بر این باور هستند که تنها با اراده خود میتوانند هر تحول، توسعه به ویژه حاکمیت ملی را رقم بزنند. کسانی که به اراده خود باور نداشته باشند نمیتوانند حاکمیت ملی را متحقق کنند و نه باوری به حاکمیت ملی ایران دارند. حاکمیت ملی ایران تنها با اراده و اراده های ملت ایران رقم میخورد. آن کسانی که آنچه که خود دارند، آن اراده‌ای که در درون خود دارند از بیگانه تمنا میکنند، افراد ناتوان و بی اراده‌ای هستند که هیچ اختیاری از خود ندارند. سرنوشت ملت را هیچ اراده‌ای جز اراده خود مردم تغییر نمی‌دهد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم اگر پیش نهد جهد شما گامی چند. در قرن 18 بریتانیا و روسیه بر این باور بودند که ملت ایران مردمی استحجری، متوحش، ناتوان و بی اراده‌ای هستند. آنان اختیار هیچ چیزی را ندارند. تمامی امور آنان باید به دست ما باشد. صنایع آنان را ما باید اداره کنیم. به هیچ خاطر، به همین خاطر منابع و منافع ما را به تاراج می‌بردند. زیرا اینان بر این باور بودند که ایرانی اختیار و اراده اداره صنعت نفت را ندارند. آنها حتی نمی‌توانند یک لوله‌هنگ را اداره کنند. صنعت نفت ما ملک طرق آنان بود. نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق پدید آمد. او قانون ملی شدن نفت را از مصوبه مجلس گذرانید. به این معنا تنها ملت ایران هستند که صاحب منابع به ویژه نفت هستند. قانون ملی شدن نفت چنین بود: عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت نه در دستان انگلیس که تحت اراده ملت ایران است. همه دیدند که پس از ملی شدن نفت چگونه کارگران، کارمندان و نخبگان ایرانی با اراده خود عملیات نفت را به سرانجام رساندند. طولی نکشید که آمریکا و بریتانیا تحملی چنین اراده و استقلال و خودباوری را نکردند و با کودتای ننگینی به دست عوامل داخلی مزدور از جمله آن خانواده پلید این نهضت بزرگ را سرنگون کرد. دکتر مصدق و نهضت ملی ایران نشان داد که ملت ایران نه تنها میتواند خود حاکمیت ملی و سرنوشت خود را به دست بگیرد، بلکه میتواند با اراده خود دیگر صنایع را بنیاد و اداره کند. تاکنون همین صنعت نفت را به رغم تحریم مقتدرانه به دست همین مردم ایران رونق و توسعه یافته است. دیدیم که بعدها صنایع فولاد، ذوب‌آهن و پتروشیمی چگونه بنیاد و توسعه یافت. حمله صهیونیست و آمریکا به صنایع ما نشان داد که این صنایع مانند کودتای 28 مرداد خارج چشم دشمنان چشم‌تنگ است. آنان نمیخواهند
اراده آهنین و استقلال کشور را ببینند. آنان هنوز همان عقاید امپریالیستی در سرشان است که ملت ایران اراده اداره صنایع را ندارند و آن قدرت‌ها باید خود این صنایع را اداره کنند. اما زهی خیال باطل. با پوزش، با توجه به اینکه وقت تنگه، من خیلی بحث داشتم، خیلی صحبت داشتم، ولی با توجه به حال اشارات دوستان من مجبور شدم که جملات و صفحات پایانی سخنان خود رو در واقع ادامه ندم. پیروز باشید به امید استقلال و آزادی و جمهوریت مردم. درود.